سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و هموطنان عزیز، پیش از همه خداوند قادر یکتای خوب به همتا رو شکرانه میگم برای تمام نعمت‌هاش. اما بعد امروز میخواهم از میلیون صحبت کنم، از میلیارد صحبت کنم، از اون مبلغ صحبت کنم که شما درک ندارین. خبرات شما شنیدین یا به گوشتون رسید و دیدین که رحمانوف 12 میلیون 400 هزار سومان گویا که یاردم کرده به طبیبا برای خدمتشون به بیماران کرونا ویروس. من اینجا میگم که رحمانوف 82 سومان 60 درهم کمک کرده. اینا من دکزد میکنم، فکتشان میارم در دوامی صحبت. نگاه کنین، ما باید بدونیم که بودجه تاجیکستان چند قدره، ماهانه سالانه باید ما شما بدونیم، ما بپرسیم با او دزدا و با حکومتی و با او باشو ما را واگذار نکنیم. میرا باید ما بپرسیم، باید ما ده حسابات بتن. و نگاه کنین، فوند ذخیروی پرزیدنت تاجیکستان کی برای چگونه در کجا تشکیل شد، اینا باید ما بدونیم. برای چی؟ برای ما شما این مخفی ای، پنهانی ای. فوندی ذخیروی پیشوا چی پرزیدنت پیشواش الهیده فونده، اوش را باید صحبت الهیده داره. باید ما شما بدونیم، برای ما شما باید گزارش بتن، آفیسش گجوده، سراغش گجوده، بوغالترش، حساباتیش، کسیر کیه و این چی حق داشت و این را در کجا از خود میکنه. باید ما شما ده حسابات بتن. از بودجه دولت 2% برای این میروه. 2% بودجه دولت چند قدر که باشه 2% به کارتای رحمانوف سرازیر میشه، ریخته میشه، داخل میشه. 2005 1 میلیارد 256 میلیون سومان بودجه دولت بود. بودجه تاجیکستان برای همین 26 میلیون 200 هزار سومونش در کارتای رفت. سال تا سال بودجه دولت زیادتر میشه، سومی رحمانوف هم یعنی زیادتر میشه. مثلا 2020 امسال بودجه دولت 25 میلیارد سومانه، 25 میلیارد سومان. انا نگاه کن 2%ش برای کارتای رحمانوف میره، یا کارتای صدقوی داره، خیریوی داره، یعنی صدقه میکنه حکومت به رحمانوف، دولت صدقه میکنه به رحمانوف، مردم تاجیکستان خیرات میته به رحمانوف. این گدای سیاسی. نگاه کنین 2%ش وقتی 25 میلیارد میره، 500 میلیون سومانی کارتای رحمانوف میره، کارتای ذخیروی پرزیدنت. انا که تصور کن 2005 من حساب کردم، نقشم گفتم تا امروز چند میلیارد شد شما نمیدونین. انا یه صحبت ای میلیارد، صحبتی که شما نمیدونستین و نمیپرسین. حتی بعضیت میترسی که همین را بپرسی. باید ما بدونیم، برای ما شما باید گزارش بتن، خبر بتن. حتی همین سومهایی که خارجه میگیرن با فوندی پرزیدنت میروه یا که با فوندی بودجه دولت. اگر بودجه دولت بره باید ما ده حسابات بتن که همین کجا در رسخود شید، چند قدر رسخود شید. اما گزارش نمیتن، مانند همین فوندی پرزیدنت وری مخفی و پنهان میمونه. یعنی معلوم میشه که یم با کارتای رحمانوف رفت، همون کارتای صدقش. خیلی فکر میکنم همون خارجی ها برای عرق خوردنش، برای رقص بازی و جشنش همون پول نمیتن. برای همین هموطنان عزیز نگاه کنید که یک گویا که کار قهرمانانه و کار گرینی زور کرد که 12 میلیون 400 هزار سومانی داد و روی طبیبات در مدت 3 ماه باید تقسیمش کنن. و حسابات از برای شما خوب خوش رو ساده کرده نشون میدم. در تاجیکستان 75 هزار کارگری تیپ داریم، یعنی همون وزارت تندرستی و اهالی تاجیکستان، حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان 75 هزار داره کارگر. از همون فراش تا همشیره شفقت، دکتر و سردکتر همون طرف 75 هزار. ما 25 هزارش یک طرف میکنیم، میگیم خیش دکتری عصبه یا دکتری چشم گوش اوش یک طرف. 50 هزار اگر حساب کنیم 248 سومونی سر هر یک نفرش میرسه. همین پولی رحمانوف 12 میلیون 400 هزار سومون. اگر که در مدت 3 ماه بتاش، هر ماه کم کمکی بتاشون 3 تقسیم 82 سومون 60 درهم
همون صحبتی که اول کردم. 82 سومون 60 دیرم برای هر یک دکتر میته. انا که تماشا کنین. برای چی وایما این کت و کوت تعریف دغدغه میکنین؟ 12,400,000 سومون کجا و 82 سومون 60 دیرم کجا؟ دکترها در مقابل مرگ کار و فعالیت دارن. بعضی دکترها الکی مرد، بعضی شاید فرار کنه، ترک منصب کنه، دست بکشه، خودداری کنه. 12 میلیون یک طرف، 12 میلیارد، 12 تریلیارد دلار یا سومون کمه برای دکترها. کمه. باید رحمانوف مردم فریب نکنه. این فریب روی راست. فوندی پریزیدنت میدونه نه کجا ای فوندی دولت او یک گپ مردمی دارن که ای ریش بکنده برود بمون همون گپ ای خطون میگیره خطون همیتا قرصک زنی همون کاره شمالی واری در عثمان فخر تبلیغ سر میشه که پریزیدنت ای فوندی ذخیرویش پول داد اوخی یگان تاجر میبود ای کسب حلالش سو میداد ما میفتیم رحمت آفرین کاری خوب کردی. از پول خطون از دزدی و از فریب پول به دست آورده مشینیکی تازه مشینیکه او شما را فریب میکنه خودش هیشور زیرک دانا گرفته پینهان شده در پس و زبان چاپلوساش تبلیغ داره. نگاه کنین اگر یک دکتر 1 میلیون میداد یا کمی 12 میلیون 12 دکتر میداد ما میفتیم خیلی کمی کاری خوب کرد. حالا اینکه این مسئوله وظیفه داره وظیفه جانیش که همه دکترها را نه تنها در وقت این ویروس در تمام حالت پولشون زیاد باشه تا اینکه خدمتی صاف دلانه و صادقانه به مردم بکنن. همون دیدین دیگه حاجت به سخن کردن نیست در مسئله این کمبودیایی که الان ما شما نظارت داریم و دیده است مشاهده میکنیم. اما برای همین سخن ما دمی بوده که مردم یا فریب دارن آشکار فریب دارن مردم 12,400,000 سومون میگن مردم دیگه خیلی فکر میکنه ده این خیلی برین حسابات بتین 82 سومون 60 دیرم دادستین این کمه این مسخره بازیه دلشیشه ختم بتین بعد اونجا وزیر نو نهانیش میبره ای کارگرای وزارت داخله میگیره و طرف شای وزیر وزارت معارف و وزارت مدافعه اون طرف بعد جمع میکنن. یعنی خطونا نگاه کنین ما شما دا کار ندارم ما شما رو نمیشناسم یعنی کاری مردم بود چید و وقتی که جشن رقص بازیده مردم در کارشه این در این روزی سخت دیدین که چه خیلی پینهان میشه جوگا میشه باید که از مسئولیتی نگریزه و ایران سرنگون کردنش بعد از همین بیماریه وقت ساعتی نابود کردنش. در جمع سخن با خیر میرسونم. هموطنان عزیز حقتان طلب کنین. باید که شما بدونین که سوم دولت بودجه دولت خزینه در کجا صرف میشه چه خیلی صرف میشه چند خد صرف میشه همه ما شما باید را بدونین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.